دادگاه حربی گرنزون دوشنبه ساکن نویه واسع محمد علی سیدشاه علمشویویچ را بر اساس ماده 376 قسم 2 کودکس جنایتی جمهوری تاجیکستان در سرپیچی از ادای خدمت حربی با روی عضو معیوب کنی گناهکار شناخته به 2 سال زندان محکوم کرد. حکم این سرباز روز 8 فوریه سال جاری صادر شده است. محمد علی به آن ابدار می شود که خود را بیماری روحی وانمود کرده ساعت 3 شب 14 دکبر سال 2020 همگی 1.5 ماه بعد دعوتش به ارتش رویکش رخت خوابش را گرفته در پنجره تریزه اتاق رقم 4 نقطه طبی قسم حربی بسته در داخل اتاق با مقصد آنکه این عملش را خدمتیان حربی مشاهده کنند از داخل اتاق صدای ارگونه اشیا میبرورد. به هم خدمتانش میسر شده است که آن شب او را از تریزه فرارند. موافق خلاصه بیمارخانه جمهوری کلینیکی بیماری های روانی محمد علی سیدشاه علمشویویچ گرفتار بیماری روحی نبوده رفتار ساختکارانه دارد و با حکم سود حربی گرنزان دوشنبه به مهلت 2 سال از آزادی محروم گردیده است.